عمادالدین باقی و دیگر اعضای خانواده‌اش نتوانستند در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر مارتین انالز که دوشنبه شب در ویکتوریا هال ژنو برگزار شد حضور پیدا کنند. معاون شهردار ژنو خانم ساندرین سالرنو گفت دریافت خبر جلوگیری از سفر آقای باقی و خانواده‌اش برای حضور در این مراسم شوک بزرگی بود. این اولین بار در 16 سال اهدای این جایزه است که برنده حضور ندارد و شخصاً جایزه را دریافت نمی کند. هانس تولن رئیس جایزه حقوق بشر مارتین انالز به صدای آمریکا میگوید هیئت داوران به این نتیجه رسید باقی امسال فعالترین مدافع حقوق بشر بوده است و باید اضافه کنم هیئت داوران واقف بود که 3 سال پیش ایرانی دیگری را برای دریافت این جایزه برگزیده بود. من فکر می کنم می توان نتیجه گرفت که جنبش جهانی دفاع از حقوق بشر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بسیار جدی تلقی می کند. عبدالکریم لاهیجی که به نمایندگی از فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های حقوق بشر در هیئت داوران جایزه مارتین انالز حضور دارد به صدای آمریکا میگوید به خاطر اینکه شرایط ایران طوری است که حتی باقی در پیام که داده بود اظهار نگرانی میکرد برای زندگی و حیاتش، ولی من اینجور نگران نیستم. من در صحبت هم گفتم اون رژیمی که از سایش بترسه، اون رژیمی که از مدافعان حقوق بشر به حدی بترسه که به اونها اجازه خروج از کشورم نده، معلومه که اون رژیم دیگه هیچ گونه پایگاه مردمی که نداره، هیچ گونه اعتماد به نفسی هم نداره. به خاطر همینم به عقیده من روز به روز تعداد مدافعان حقوق بشر در ایران افزایش خواهد یافت و به همین دلیل هم روز به روز جوایز بیشتری به مدافعان حقوق بشر ایرانی تخصیص داده خواهد شد، به خصوص جایزه مثل جایزه امروز که تنها جایزه است که ما سازمان‌های حقوق بشری میدیم. جایزه‌های دیگر رو شهرها، کشورها و دولت‌ها میدن، ولی این تنها جایزه است که 10 سازمان بین‌المللی حقوق بشر میدن و من به عنوان یک ایرانی خوشحال هستم که برای دومین بار این جایزه به کشور ایران داده میشه.